هذا النور شفاء صدور. باز برایتون یک قصه واقعی حیرت آور را پیشکش می‌گردانم. جوانی بود که دختری را به نهایت دوست می‌داشت و همیشه دنبالش بود و از غم او همیشه اشک می‌ریزاند. ولی آن دختر هیچگاه او را نمی‌خواست و حتی قطره‌های آب چشم آن پسر را چیزی عادی می‌دانست. روز این دختر همراه مردم تجارتکار از جای استقامتش به یک شهر دیگر سفر کردند. وقتی که آن پسر خبردار شد که آن دختر از این شهر سفر کرده است، پس پسر هم در حال از پس همان دختر سفر کرد و دوست داشته‌اش را یافت. همه مردم تجارتکار در یک میدان سبزوار خواب رفتند و استراحت کردند. پسر باشد همراه آن دختر در بین آن مردم خواب بودند. پسر کوشش میکرد که یک بار با دوست داشته‌اش همخوابگی کند. پسر نصف شب از خوابش بیدار شد و به سوی دختر رفت و به دختر گفت: عزیزم، همه مردم خواب هستند، هر دوی ما را دیده نمیتوانند، بیا با یکدیگر همخوابه میشویم. دختر در جواب گفت: میترسم که کسی ما را میبیند. پسر گفت: نه کسی ما را دیده نمیتواند، چون که همه خواب هستند. دختر در جواب گفت: تو راست میگویی، همه خواب هستند، ولی پروردگار ما خواب نیست و هر دوی ما را میبیند. وقتی که پسر این سخنها را شنید، پس گفت: عزیزم، تو راست میگویی. پس جوان توبه کرد، از این کار خویش دست کشید. این قصه در کتاب مکاشفت القلوب امام غزالی آمده است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.